سلام. تو این ویدیو قرار راجع به اکانت های پراپ با هم دیگه صحبت بکنیم و واقعا برام فرقی نداره که میدونی چیه یا نمیدونی چیه، یا داری به سود میرسی یا داری چالشاشو پاس میکنی دیگه. بهتر این ویدیو رو تا انتها ببینید. نزدیکترین توصیفی که راجع به اکانت پراپ میتونم داشته باشم اینی که شما پول میدی و اکانت دمو میخری. شاید در نگاه اول خیلی خنده‌دار باشه، اما باید بدونی که خیلی دارن سودهای خوبی رو به دست میارن و اتفاقا خیلی هم میتونه مفید باشه اگه به درستی ازش استفاده بشه. حالا نحوه عملکرد حساب‌های پراپ به چه صورته؟ شما یه مبلغ مثل $60 به یه سری از شرکت‌ها میدی و اونها یه اکانت $5000 دمو رو در اختیار شما قرار میدن و بعد از اون ازتون میخوان که 2 تا چالش رو پاس بکنید. چالش اول اینی که باید روی این $5000 دمو شما 8% سود رو به دست بیارید و نهایت ضرری که میتونید به دست بیارید، یعنی باید بکنید 12%، یا روزانه 4% که مجموعش باید بشه 12%. چالش دوم هم حداقل باید 4% سود رو به دست بیارید. اگر نتونی این چالش ها رو پاس بکنی باید با $60 خداحافظی بکنی. اما اگه بتونی چالش ها رو پاس بکنی دوباره بهت یه اکانت دمو میدن 5000 تایی، اما یه تفاوتی داره. این بار اگر هر سودی رو به دست بیاری میتونی اونو برداشت بزنی و حتی اون مبلغ اولیه مثل $60 رو باز بهت برمیگردونه و این نکته جالبیه. و از طرف دیگه باید معاملات طبق قوانین اون شرکت باشه. مثلا بعضی شرکت ها میگن اگه یک تریدی رو باز بکنی و کمتر از 1 دقیقه ببندی این جزء شرایط ما نمیشه و حساب ازت میگیرن. اما اگه همه چی اوکی باشه شرکت کارمزد خودش رو برمی‌داره، مثلا 10% یا 20% رو برمی‌داره و مابقی رو به صورت تتر نقدن در اختیار شما قرار میده و این فوق العاده است. اما 2 تا سوال بسیار مهم اینجا مطرح میشه. سوال اول، آیا وارد بازی پراپ بشی؟ واقعا بازیه و اعتیاد آوره. به نظر من اشخاصی که اکانت ریل دارن، یعنی تجربه اکانت ریل دارن و استراتژی معاملاتی خوبی هم دارن اما سرمایه ندارن، اما نمیتونن مدیریت سرمایه بکنن، نمیتونن هیجانات خودشون رو کنترل بکنن، یعنی خود کنترلگر نیستن، اتفاقا اکانت های پراپ خیلی ایدئاله به خاطر همون شرایطی که داره، به خاطر همون چوب بالا سری که هست، به خاطر همون که بهتون میگه بکن نکن، میتونه برای شما موثر و حتی سودآور باشه. نکته دوم، چیکار بکنیم که احتمال پاس شدن چالش 1 و 2 100 بشه، 100 هم نه 90% بشه. این ویدیو کلا راجع به همینه. شما میای یه اکانت دمو که نه 10 تا اکانت دمو باز میکنی با لورج 1 به 100 و براشون اسم میذاری 1 تا 10. بعد از اون میای روی همین اکانت های دمویی که خودت مجانی باز کردی همین سیاست های شرکت رو اعمال میکنی. اگر تونستی از این 10 تا 4 تاش رو مطابق با این سیاست ها پاس بکنی، قطعا شما میتونی این چالش ها رو در بار اول پاس بکنی و حتی میتونی به سود برسی، چون شما رفتی تمرین کردی و با آمادگی بالا اومدی و ذهنتو آماده کردی. احتمال 90% من تضمین میدم که میتونی به سود برسی. اما اگر توی این اکانت ها به سود نرسیدی بدون که توی این چالش ها هم به سود نمیرسی. اما چیزی که خود من خیلی ذهنمو درگیر کرده بود، باگ بزرگیه که اینا دارن، یعنی حسابای پراپ دارن، اینه که میاد عمل کرده حساب دموی شما رو به عنوان موفقیت، ملاک موفقیت قرار میده و بعد به اصطلاح خودش شما رو وارد اکانت ریل میکنه. همه ما میدونیم که تجربه اکانت دمو هیچ ارزش و اعتباری برای یک اکانت ریل نداره. اما صحبتی که من با خیلی ها کردم و 5-6 نفر کاملا تو سودم و دارن برداشت انجام میدن، تونستن نکته خیلی مفیدی رو به من بگم. شما بعد از اینکه 1 بار 2 بار و 3 بار این چالش ها رو رد میشید و عملا $60 ها $100 هاتون میره، نقره داغ میشید اصطلاحا، دیگه دفعه 4 وقتی اکانت دمو رو میخرید دیگه حس دمو نداری روش و حس ریل میگیری. مثل اینی میمونه که میری یه بچه از پراشگاه میاری، بعد چند وقت واقعا انگار بچه خودته و همچین حسی رو نسبت بهش دارن. یعنی روی اکانت هاشون احساسات دارن، ترس دارن، طمع دارن، هیجان دارن و این همون باگی بود که به نظر من برطرف شده بود، اما خب باید چند بار بگذره و باز هم میگم به خاطر همون سیاست های شرکت هست.
تو پرانتز اگه بخوام بگم خود من به شخصه تجربه دوست ندارم حتی تجربهش بکنم یا تمایلی ندیدم یا دلیلی ندیدم که بخوام از اکانت های پراپ استفاده بکنم. اما شما مختارید و میتونید حداقل اگر سرمایه کمی دارید اکانت های پراپ رو تجربه بکنید. اما در انتها چیزی که من نشستم و حساب کتاب کردم و روی کاغذ نوشتم، اگر شما یه اکانت $5000 واقعی یعنی با ریل خودتون باشید و شما صرفا بخوای 1% رو ریسک بکنی میشه $50. خب به جای این $50 شما بیا $60 بده و یه اکانت پراپ بگیر و به راحتی چالشاشو پاس بکن، چون دیگه کسی $5000 عملا استراتژی داره، مدیریت سرمایه داره و سایر ماجرا، و بعد میتونی 12% ریسک بکنی روی 5000 تا، یعنی تقریبا میشه 600 تا که حالا 100 تاش اینا میره میشه برات 500 تا میمونه و حالا میتونی رو 500 تا ریسک بکنی و به درآمد برسی عملا. و این هم باز میگم برای افرادیه که میتونن، من باشون صحبت کردم، یعنی حاضرم 100 تا اکانت پراپ $100 ببخشید 10 تا اکانت $100 پراپ رو از دست بدن تا اینی که $1000 رو کال بشن. به نظر من هم میتواند منطقی باشد برای این افراد چون درگیر بازی پراپ شدن. اما در کل فرقی نداره چه در اکانت پراپ به سود برسید یا رو اکانت ریال خودتون به سود برسید، مهم اینه که شما به درآمد برسید و امیدوارم هر کجا که هستید پرسود و موفق باشید.